من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. مانسی جان تویی، نور ایمان تویی، روشنایی دلی کل انسان تویی. مانسی جان تویی، نور ایمان تویی، روشنایی دلی کل انسان تویی. ای محمد امین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله در اینجا یک سیر میگویم که با اون سیر سبب داخل شدن هر یک ما و شما انشاءالله به جنت آسان میگرد. به این طریقه که اینا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه گفت، این سیر بگیم که گفت که اگر که تو همین خیل کن آسان میشود انشاءالله، و منم که اگر تو را شفاعت کنم این یاردم من میشود برای شفاعت کردن. میگد که صحابه کرام یکی از روزها به همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، وقتی که صحابه کرام چیز فراموش نکنیم که گاهی میشدن با همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سفر میکردند. وقتی که سفر که میکردن شب بگیم یک جای میموندن و صحابه کرام در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن. در همین حالت یکی از صحابه بود، میگد که از ربیعه ابن کعب اسلمی روایت کرده است. میگه بودم یک شب گذرانی با همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میکردیم. فاتیته بوضوئه و حاجته، همه آبی طهارت شدن آوردم و اگم حاجت هایی که برایم طهارت کردن، مثلا از جمله برای استنجا بود، اگم قلوخ یا که اگم مثلا کی سلچاق، اگم چیزی که حاجت داشتن آوردم. خلاص وقتی که پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آوردم، فقال لی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای من گفت که سل، یعنی که بپرس، هر حاجتی داری بپرس از من. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محدثین میفرمایند که بسیار سخی بود، خیر به دست بود، خیلی سخت نبود، به همون خاطر نمیترسیدن، میگفتن که هر چیزی که میخوای بپرس. این صحابه کرام تصور کنید، حالا اگر ما یک نفر باید که بپرس هر چیزی که میخوای، ما در حال فکر میکنیم که اگر آدم پولدار باشه ما یکم میگیم که میخوای یک ماشین خریدنیم، یک خانه خریدنیم، یا که مثلا که یکم حاجت های ما میپرسیم که معلق به دنیا دارد غالبا. اما صحابه کرام ببینید که چقدر ذکی بودن که میدونستن که چیز پرسن که اون فایده اونها هست تا ابد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که سل، پرس گفتند. فقلت اسالک مرافقتک فی الجنه، میپرسم شما را ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، مرافقتک گفتند اینه که رفیق بدن شما رو در جنت. تصور کنید سوال ببینید چه میپرسد. من میپرسم اگر که مرا بگوی که بپرس، من میخوام که رفیق شما باشم، همسایه شما باشم، جار شما باشم در جنت. گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او غیر ذلک، آیا یگام غیر این یگام سوال دیگر هست؟ یعنی که یگام سوال دیگر پرسوخی؟ قلت هو ذلک، گفتم نگفتم انما غیری همین است. گفتم یعنی که همین است سوالی من، میخوام که همسایه تو باشم، یعنی که میخوام اهل جنت باشم، خلاص آرزوی من همین است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دید که صحابه بسیار حریص است، بسیار میخواهد کاری خیر، میخواهد زندگی ابدیش آباد باشد. گفت که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همین سیرش همین است. گفت ده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، پس یاردم کن اگه مرا بر نفس خودت با زیاد سجده کردن. این روایت مسلم است، در صحیحش گفته است. خواهی که من ترا همسایه بگیرم، رفیقم بگیرم در جنت، تو برای نفس خودت یاردم کن مرا با زیاد سجده کردن، یعنی که بسیار نماز بخوان و بسیار از الله طلب کن، انشاءالله تو رفیق من هستی در جنت. این در تحت این امام نووی رحمه الله بسیار فایده های زیاد گفتگی هست. وقتی که میگه که هر نفری که بسیار عبادت میکند و بسیار در سجده هست و بسیار طلب میکند از الله، الله او را زیادتر با ثواب دادن میگیرد.
و در حدیث های دیگر میفرماید که الله از بسیار سوال کردن شما ملال نمی شود، بلکه از شما راضی می شود. این یک طریقی تواضع بدن در نزد الله است. یک طریقی هست که انسان خودش در نزد الله فقیر گرفتن است. اما بنده ها به بسیار سوال کردن ملال میشن، میگه بیزار کردی، خستم کردی. اما الله بسیار سوال کننده را دوست می‌دارد و بسیار سوال کننده را چی میکند؟ میدهد و چند برابر ثواب را زیاد کردن میگیرد. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.